خوش آمدی به محله ما. چخله که دیدی شاه بچه گپ تو در این محله ما نمیگذرد. به من گوش کن. حاضر به این بازی چه ششته در حال خودت رو از اینجا نیست میکنی. اگر یک بار دیگر بینم قسم میخورم که راه بازگشتت رو فراموش میکنی. مرا فهمیدی؟ فهمیدی؟ جهان تو چی کار کردی؟ مسافر را گسل کردم. دیوانه تو میدانی او کیست؟ میدونم. قهرمان افسانه. شمسی این احمق چرا با اینجا اومد؟ براستی نمیدونم شمسی، باور کن نمیدونم. من باید دانم، میفهمی؟ داد نزن. شما اصلی گندگان امر ازلین را به شوهری قبول میکنید؟ باز یک بار دیگر میگویم شما امر ازلین را به شوهری قبول میکنید؟ بله. تو با مجید در جاغلو و میخوری؟ شمسی تو میفهمی چه ها میگوی؟ من از خونه نمیبرایم. تو باشی به من چونی سوال ها میدی. نخود تو باور کردی که من با یگون نفر پنهانی با میخورم. با تو زنگ میزند؟ با تو زنگ میزند؟ ها؟ همین خیلی زنگ میزند. شمسی بحث از حد گذروندی. تو چی کار میکنی؟ تو با من باور نداری شمسی؟ باور کردی اکنون؟ این احمق چی کار داشت در محله ما؟ مجید در جاغلو چی دخالت میکند به حیات من و تو؟ برای چی او تو رو تهدید میکند؟ برای چی؟ نمیدونم شمسی، نمیدونم. مجید چرا به اینجا آمده است نمیدونم. مجید؟ او رو خوب میدونی ها؟ یا اینکه با مجید دوست شده ای؟ شمسی تو تماما دیگر شده ای. من تو رو نشناخته ایستادم. از برات گذشته من رو فهمیدی؟ دیگر با تو کار ندارم. یوسومن، من میترسم که تو رو از دست میدهم. شمسی، من با مجید در جاغلو یگان علاقه ندارم. باور کن. تو چی یوسومن؟ تو از خودت باوری داری؟ کجا شده؟ انا اومدیم. وقتی عقد نکاح هم شد شمسی باشد حالا هم نیست. یاسومن و پی گلتین هم ناومدن. در راهن حاضر میآیند. توبه کردم خدا. بیهوده سوال میده. بیایید به داخل درآییم. بیایید. آخر آنها خیلی دیر موندن. هیچ چیز نمیشود. بیایید درآیید. گفتم درآیید. خدایا توبه. اپای نزدید. بیایید به داخل بگذاریم. مایلش. کجا شدی دخترم؟ شب بخیر اپای گلتین. شب بخیر شمسی. بیا به خونه درو بزن. تشکر اپا. شما آماده شوید، من منتظر میشم. مایلش ما حاضر آماده میشه. بیا گذارم. شمسی را در کجا دیدی؟ در راه خوردی مگر؟
اسپانه رو نیافتید؟ میدونستم که نمیابید، میدونستم. دخترم در یک شب اینقدر واقعه به سرت آمد. خوش آمدی پسرم. امروز بر وقت به خانه آمدی. مجید یوسما چله که خدا دیدی شاه بچه گپی تو در این محله ما نمیگذرد. پیلین الو مجید، من خواستم از احوالت پرسان شوم. خوب هستی؟ خوبم پیلین. حاضر به خود نیستم، بعدم با تو گپ زنم. مایلش در کجایی تو؟ با فکرم احوالت خوب نیست. یکون گپ شده است یا اینکه باز یا اینکه چیه؟ باز چی پیلین؟ تو برای من چی میشوی؟ بس از پیلین، کمی هم باشد مرا به حالم گذار. خانم اینجی آقای کریم حاضر میایم. نه، تلفن رو گذاشت، شب دیر می اومده است، برای همین خبر داد. مایلش. کاری تو چی پیلین؟ کاری تو چی؟ در کجا بودن و نبودنم رو باید به تو خبر میدادم. چرا عصبی میشوی مجید؟ من تو رو چی گفتم؟ تنها خواستم از احوالت پرسان شوم. تمام. من خوبم. شنیدی؟ فهما؟ شد؟ یاسمن رو از یادت برآورده نمیتوانی. همین تمام. پیلین؟ پیلین؟ مادر جون، پیلین جون، و تو چی شد دخترم؟ مجید روز تا روز خودش رو از من دور کرده نیست. دختر جونم. پیلین جون، خودت رو به دست گیر دخترم. خانم ها همیشه با زنگ زدن و گپ زدن خوشحال می شوند، اما مردها کمی هم باشند می خواهند آزاد باشند. من دیوانه شدم مادر، مگر شما این رو نمیبینید؟ فکر و خیال مجید فقط در یاسومن است. من این رو حس میکنم. دیوانگی نکن. تو میدونی مجید کیست و یاسومن کی است؟ اون شب چیزی که من دیدم، اگر شما میدیدید این گپا رو نمیگفتید. مادر جان، به من کمک کنید. چی خیل دخترم؟ نمیدونم، اما یگان روحش رو یابید. مادر، من به مجید زندگی کردن نمیتوانم. آمدند. پس برای خدا کجا شدی گلتی؟ عذر میخواهم، دیر مانده. مرحمت خوش آمده. شمسی، در وقتی عقد نکاح خواهرت نبودی؟ هیچ گپ نه اپا. چرا دیر کردید گلتی؟ خواهر من خیلی زیباست. شما شنیده با؟ نمی آمدید هم میشد. عقد نگاه تمام شد. چی واقعه شد؟ همه‌اش رو بعد به تو نقل میکنم فخریه. خیلی زیبا شده است. خوشبخت باشید. تشکر. برایتان زندگی خوب خواهانم. خوشبخت باشید گفت. شنیدی اصلی هم؟ با تو میگویم. علاقه مرا یاد کردی؟
میآیند. دخترم زهرا خوشبخت باشی دخترم. تشکر امکی فیض. اصلیه میرویم. خداوند شما را خوشبخت گرداند. تشکر خاله گلتر. اصلیه اصلیه من میترسم اپا. اصلیه اپا اصلی اصلیه نزاکت ما چی کار کردیم؟ Gözlerini şimdi uyku zamanı sen bir küçük bulutsun Allah'ın seni uyutsun. همش رو گرفتی؟ در گردنش هم بود؟ همش رو گرفته در بالای میز گذاشت. اگر کمی کند پگاه خودتان میبینیم. میلش پسرم
تو به نزدش رو. اصلیه؟ شوهرت آمد. آخر امشب شب من و تو است. اگر پشتت رو به سوی شوهرت گردانی خوب نمی شود. من با مچیدر شغل یکون علاقه ندارم. باور کن. تو چی رسومه؟ تو از خودت باوری داری؟ یوسف تو رو دوست دارم. شب برای چی دیر موندید؟ پدر همش با عیب من شد. من به زودی لباسش رو انتخاب کرده نتوانست. کدامش رو پوشیدنش رو ندانست. همین وقت شمسی زنگ زده گفت که اما که فیض نباشد من شما رو میبرم. من گفتم که زودتر بیا که دیر نمونیم. بیچاره برای ما شده به توی خواهرش دیر. پدر چای شما خنک شده است. من به شما چای گرم میارم. یاسومان تو شب دستبانه رو به دستت نکرده بودی؟ نپرسه که من گفتم اونجا آدم بسیار خدا نکرده گم شود کاری خوب نمی شود.
آخر از نازنین تنها همین چیز باقی مانده است. راست میگویی. آن دستمانه را نازنین تا از دنیا نرفت از دستش نگرفته بود. وقتی نفس آخرینش اون را به دست تو کرد دخترم. تو خاطره مادرت را صاحبی کرده میتوانی. بله پدر. بیچاره دختر زیق شد. فخریه آمد. روز بخیر آقای مجید. نهاری نمیکنید؟ مهربان در آنجا پلانشتی من آن رو میدادی؟ حاضر. این عکس ها برای مجله جای کارتون خیلی چهره زیبا داشته است. من از تو پلانشت خواستم نه اینکه عکس ها رو برای تماشا کردم. میبخشید آقای مجید. عاشق نشده باشد؟ نه، از کجا؟ خیلی برای چی به پیش درت آمد؟ من از کجا دانم؟ با خدا حالا هم باورم نمی آید. یاسومن فکر کن مجید ارجاغلو به اینجا اومد به نزدی تو. وقتی که شمسی مجید رو دید خیلی به غضب آمد. باز یکان حادثه روی ندهد گفتم من خیلی ترسیدم. این کارو جهان کرد. چی؟ جهان مجید رو لاتو کوب کرد؟ نه جانم، برادری من تا این درجه دیوانه نشده است که این کارو کنند. لاتو کوب نکرد، اما در گوشش چیزی گفت. نمیدونم چی گفت، اما مجید درها به ماشین سوار شده رفت. هیچ باوریم نمی آید. باور کن چیزی که گفتم راست گفتم. ماهیگیر از پسی ماهیگیریش می باشد. تو از پسی چی هستی اوزلم؟ من شمسی به یکون چیز احتیاج ندارم. شکر، همه چیز به من میرسد. خیلی خوب، خیلی. من هم خورسم که چون شرایط داشته ای. اما تو از من چی میخواهی؟ همین رو دانستن میخواهم. فهمیدم که احتیاج به ماهی داشتن رو نداشته ای. از من چی میخواهی؟ دخترها چیکار کردید؟ با یکم خلاصه آمدید؟ کدام خلاصه خاله گلتن؟ آی من دیوانه میشوم. من در فکری دستپانه فشارم بلند شده است. شما باشید پروایی ندارید. یک دقیقه ما هم اینجا به خلاصه اومدیم خاله گلتن. چی خلاصه؟ وای باید مجید ارجاغو را پرسیم، شاید او میدوند. نام او را دیگر در این خانه به زبان نگیر فقریه. ببخشید اما مجبوریم خاله گلتن. آن دستمانه یا در خانه ارجاغو یا در آن کشتی افتاده است. خاله گلتن من باوری کامل دارم. یا به آب افتیده است. ای خدا به آب نافتیده باشه. خدا خودتان میدونید همان دستمانه. من رفتم. ای خدا. اگر آن دستمانه را خواهی باری دیگر به خانه ارجاغلو رفتن لازم است. شمسی تو باید به من باور کنی. برای چی؟ با دوستت باید باور کنی. در کدام اساس؟ نمیدونم. خودت باید در کدام اساس بودنش رو دانی.
چه خیلی نباشد یوسمان در باره رفت آمدی ما خبر دارد. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر. بیا جانم یگان چیز خورده بدرم. در شرکت میخورم. پسرم رو کاری زیاد میفرمایی. کاری خودش اگر نخواهد کار نکنه. تو بزدید. مجید با بلین گپایت گریخت مگر؟ یگان گپی مهم نبود. در تلفن همینقدر بلند داد زدی که از بیرون همه گپایت شنیده شد. چیزی که با او گفتم مقصدم رو فهمیدید با فکرم. ماجید لباس نوی که گفته بودم چی شد؟ امروز با آخر میرسه؟ حالا معلوم نیست. سببش در چی؟ پول مگر؟ کاش که پول میشد. خواستی زن را هم فهمیدن مشکل است. حالا هم با اون کار بندم انشاءالله که با آخر میرسانم. بعضی ها با پول نقد کار میکنند. حاضر که به شرکت رفتی به نزد مدیر به قیدگیری مبلغ ها دارو. در اونجا روی خطی با پول نقد کارهای کرده پدرت رو میبینی. خانم انجی رزقخور آوردند. معلش مهربان من خودم رفته میبینم. این زنها من تو اندازه کریم ارجی آغلو از این کارها بوی نمیبرم، اما میدونم پول نقد با کی یا اینکه محبت با کی در کار نشود. با مزه بوده است. نزاکت یک بار به اصلیه زنگ زنیم در چه احوال باشد دخترم؟ به خدا خیلی خواطرم. حالا بر وقت است مادر، کمی صبر کردنم مادر کن. شمسی به مکتب رفت؟ با بر وقتی بر آمده بود. دیگر به درس نرود هم می شود از این مشکلی ها خسته شد. مادر ما چیزی که می خواستیم به مقصدمون رسیدیم. این خیلی گپ نزن دخترم. نزاکت بیا به اصلیه زنگ زنیم آخر. حاضر مادر. زنگ می رود. این خیلی نمیکنن. کنی به من ده؟ من این خیلی سخت کردن در کار که چنگ و خوب تازه شود. دیر همه خونه رو انا همین خیلی تازه کن. الو اصلیه جونکم. من اصلیه نیست، من خوشتو. سلام خاله جان، من اپای اصلیه نزاکت. ما میخواستیم از احوال اصلیه خبردار شویم. پس اصلیه چه حال دارد؟ سلامتیش خوب است، احوالش چی طور؟ اصلیه خوب است، احوالش هم بد نیست. اگر خوب باشد ما هم خیلی خوشم. شما میتوانید رو به نزد تلفن جیغ زنید. آوازش رو شنیدن میخواستیم. جیغ زدن نمیتوانم. اصلیه در اتاق خودش و کار مشغول است. نمیخوام او را از کار بکار کنم. در خونه شوهرش روز اول میباشد. فهمو این خیل باشد به او رسونید که ما زنگ زده بودیم. مالش سلامت باشد. شما هم. چی شد؟ اصلیه در حجره خودش بود است. خوشتومانش گفت که خیلی خوب است. با امره استراحت دارند. معلوم که بعد توی مونده شدن. دل
دیرتر زنگ میزنیم مایلش. راستش رو بگو خوب است؟ خوب است، خواطر نشوید. مایلش. در اصل من هم میخواستم که پس لباس رو همین خیل کشویم. همین خیل؟ کاش که پیش از اونه که به من این رو نشان دادن این کار رو اجرا میکردی. تشکر، میتوانید روید شما. سمیر، من این لباس رو با طرز دخترش دیدم. خوب شده جناب. رئیس اونور؟ چی خیل تو؟ خوب هستی؟ خوبم، تو چی؟ من هم خوبم. میبینم در 2 روز رئیسی کلان شده ای؟ خیلی زیبیده هست برادر. تشکر. در پای راست نیست مرحمت. گذشتش اینجا کنی گپ زن. حیات در پاریس چی خیل گذشت؟ خوب گذشت. فهمو درد عشق چی گذشت؟ برادر من این موضوع رو محکم کردم. تو باشی حالو هم میپرسی. چه خیل نمیپرسم اونور. بابای دختر با مثل دیوانه ها عاشق شده، از برایش شده، از این جایها گریخته رفته. اما کی بودن اون دختر رو با من نگفتی؟ کنی گپ زن. راستش رو بگویم من خودم هم نمیدونم چی کار کنم. هیچ گپ نه. همه این کارها بیهوده بوده است. دیگر فکرش رو هم نمیکنم. تو چی کار کردی؟ کی با پلین خانه دار میشه؟ خوش آمدی خانم اینجی. چی؟ خاله اینجی در گپش ایستاده در است؟ گپش مایلشو میگوید یا با پلین خانه دار میشوی یا اینکه تو دیگر پسری من نیستی. تو چی کار میکنی این خیلی گفته باشد؟ سلام. پلین؟ ها؟ گوریزه؟ چی حال داری؟ خوبم. کی برگشتی؟ همین سحر آمدم. خیلی خوب. مثل روزهای دیرینه هممون در یک جا. تو، من و مجید. بله، اما یک فرق است. کلان شدیم. آنور فکر میکنم دیگر با مویهای پلین دست نمیرسونم. نه برادر، دیگر دست نمیرسونم. اینها رو بینیدم. چی شد؟ مایلش دوستان، من میگریزم. از این روز پس من همین جایم. باز میبینیم. تو نو اومدی با کجا؟ چیزی رو شنیدم نمیخوام. برای بازگشت اونور شب هممون یک جا خوراک میخوریم. میشود. پلین چی در کار؟ چه خیلی چی در کار؟ تو خورسان شب که با یک خوراک خوردن جانت خلاص شد. پلین برای بازگشت ما شب نشینی تشکیل نمود. مایلش برادر، چی خیلی که شما میخواهید؟ خدا قوتت دهد دخترم. تشکر خالای حجر. واه دخترم واه، بین چه حادثه رخ داده است به این دختر. بسیار به مادرش مانندی دارد. چشمانش، نگاهش. شما مادر یاسومان رو، یعنی خالای من رو میشناختید خالای حجر؟ بله میشناختم. من حتی آقای فیض رو میشناختم. همه این گپ ها گذشت. برای چی اویلای ما خالای نازنینم رو دانستن نمیخواند؟ چی کار کرده است خالم؟ عاشقی دخترم، عاشقی. مانده نباشی جمال. آمدم تا قهوت رو خوش آمدی آقای فیض. قهوه رو در قهوه خانه نوشیدن در کار. برای آنکه مزهش دیگه. جمال، من به قهوه خانه نمیروم. آقای فیض، تو تا کی میگریزی؟ فراموش کن کاری گذشته رو. جهان هوشم رو بر سر گرفته. دکان با من امانت. به این طرف گذاریم.
آن وقتها آقای فیض در شرکت شما کار میکرد. آقای فیض؟ پدر یاسمن در شرکت ما کار میکردن؟ بله، در شرکت شما. به خونه‌تون هم آمد و رفت داشت. یک دیگر رو با نازنین همون وقت خود دیده بودند. پنهانی واخری میکردند و مکتوب میفرستادند. دروغ نمیگویم، فیض خیلی جوانی زیبا بود. یک طرز نگاهی داشت که تمام خدمتگاران تا آمدن او در نوبت میایستادند تا اینکه فیض را بینند. روزی فیض با همراهی والدانش در دست یک دسته گل با شیرینی با سری بلند به خانه وارد شدند، گویا که دیروز بود همان روز. همون وقت در خانه یک پس‌زنی ها، یک حقارت هایی شد که من در حیاتم نشنیده بودم دخترم. اما آنها هیچ نرنجیده از خانه به خوبی بر اومده رفتند. از بین خیلی وقت گذشت. از فیض خبری نبود. یک وقت شنیدیم که خوانده است، امتحان‌های دولتی را سپریده است، بعد در اداره انداز و کار شروع نموده است. بار دیگر به سراغ نازنین به خانه آمد. نازنین اون وقت خیلی زیبا به مانند ملکه بود، اما به همه این نگاه نکرده به فیض عاشق شده بود. بعد چی شد؟ بعد هیچ چیز نشد. او را به فیض ندادند. به نازنین گفتند که اگر از در این خانه برایی دیگر بر نگرد. خالای نازنین بر اومده رفت؟ بله، بر اومده رفت و بر نگشت. اگر من هم در جای وی می بودم همین خیل می کردم. بعد این شما دیگر خالای نازنین رو ندیدید؟ دیدم. در خانه بعضی اشیاهایش مونده بود. آن اشیاهایش رو به خانه فیض به دست من روان نمودند. اما فیض آنقدر انسان با غروری بود که آن اشیاها را گرفته به پرتو برای آنکه زندگی آنها از زندگی ما کلا فرق داشت. خالای حجر، شما در کجا بودن خانه خالم رو میدونید؟ برای ما 2 قهوه بیشکر تیار کنید. ای اسماعیل، توی رو هم گذراندی ها، خیلی خوب کردی. تشکر. از مجبوری گذرانده. به شما هم نصیب کند انشاءالله. وقتش که رسد همش می شود. ما حالا سراسیمه نیستیم، اما شنیدن نمیخوام اسماعیل. چیزی که در حقیقت است همان رو گفتم. اگر یکم کلمه ناحق گفته باشم گپ زن، حاضر بر اومده میروم. مجید ارجی اغلو دستمانه مادرم رو. فخریه، نمیفهمی مگر من دیگر با اون آدم وخوردن نمیخواهم. تو اگر میدید که اونجا با من چی هایی که نگفت، نمیخواهم که با یک دیگر ما نفرت پیدا کنیم. خیر، برای چی تو خانه اتان آمد؟ کی آمده است تو خانه ما؟ کی؟ شمسی. نامش رو گیر و گوشش کش. میدانم طرف داری شمسیت. فخریه، باز چی؟ التماس دیگر هیچ چیز نگویید. گلرو، سلام یاسمان. یاسمان، من بعد همان شب خیلی خواطر شدم. در روزنامه دیدن پس خیلی کاری خوب شد. همین خیلی نه، من این رو گفتن نمیخواستم. نصف شب در کوچه گشتنی دختران در محله ما شرمندگی، اگر در محله شما شرمندگی نباشد. اما بس کنید، من هم خیلی غمگین شدم. چیزی که بود فراموش کن. پدرت تو رو سرزنش کرد یاسمان؟ بله، جنجال کرد. کمی مونده بود که شپوتی زند. پدری تو چیکار کرد؟ فهمیدم، در آب دختری ما افتید، شما نه. دخترم برای چی این رو به شب نشینی دعوت کردید؟ منش دعوت کردید، اما در جایی که هیچ کس رو نمیشناسد چیکار میکند؟ چی گم کرده بود در اون کشتی؟ وقتی که به آب افتید شما در کجا بودید؟ اگر می بودید نمیگذاشتید که او به آب افتد. توبه. مادون التجا میکنم، بس کنید. فخریه، تو کردور نشو. من باید از اول صدی راهی پیلین میشدم تا اینکه تو رو به آن شب نشیمنی دعوت نمیکرد. بله،
راست میگویی. من کجا و این خیل شب نشینی ها کجا؟ همین خیل نه؟ نه، من به اون مانو نگفتم. تو مرا اونو درست فهمیدی. اگر تو مرا درست فهمیده باشی همش خوب است گلرو. یاسومن حاضر پدرت می آید. با اجازت شما. از آمدنت من ندارم گلرو. شما پدر یاسومن آقای فیضت همین خیل؟ بله دخترم. شما کی هستید دخترم؟ من دختر سلیم دمیر خان گلرو. تو بازدید یاسومن. من هم میروم. تا بازدید. تا بازدید. ای مرا ترسوندی. خوب شد. من دست نرسونده خود به خود ترسیدی. تو چی میخوایی شمسی؟ وای دختر کیست؟ کی؟ کارت چی؟ فخریه. گلرو دختری تقای یاسومن. و یاسومن گوی که مثل هر وقت در همینجا انتظارش هستم. بازم کویم جواب نمیدهد. من چی کار کنم شمسی؟ من به خانه میروم. فخریه. اوف مایلش. چی شد؟ چی میشد؟ شمسی اومدی؟ بله تو مرا دیدن میخواستی. چه خیلی نمی آیم. شمسی روز تا روز در حیات ما نفهمی و زیاد شده ایستادم. من کوشش دارم که حیاتی تو برباد نرود. آخر من از تو چون این کمک نخواستم کو. اون دختر چی کار داشت در خونه شما ها؟ برای چی آمد؟ از مجید ارجوغلو خبر آورد چی؟ من دیگر در این باره گپ زدن نمیخواهم. تو نمیخوای که من درباره او گپ زنم؟ شمسی درباره آدمی که معلومات نداری چرا این خیلی گپ میزنی؟ آدمی رو معلومات ندارم؟ تو معلوماتی کافی داری درباره مجید ارجوغلو. شاید وقتی خوش گذراندید آن شب در کشتی. شمسی بس است دیگر. تو به من قول داده بودی یاسومن. داد نزن مرا در بین مردم شرمنده میکنی. تو رو شرمنده میکنم؟ خوب فکر کن که از پشت تو به سر ما چه چیزهایی نآمد. آخر برای چی با اون آدم وا میخوری ها؟ جواب بدهی. آدمی که بگه پایم باوری ندارد. چه خیلی به او جواب دهم شمسی؟ بگوی چه خیلی جواب دهم؟ گوش کن یاسومن، ما پیش وقت این خیلی نبودیم. پیش ما کودک بودیم شمسی. با گذشت سالها مناسبت هم دیگر می شود. با من گوش کن. اگر باز گویی که میروم دوستی رو با تو قطع میکنم. نه
این دفعه میمانم. قصه عاشقیش به آخر رسیده است. راستش را بگوی با کی عاشق شده بودی؟ یگان کلمه هم نگفتی درباره آن دختر. تو رو نمیشناسی. با من هم نگفته است. برادر همه اش گذشته رفت. گذشته رفت تو به خود نآمده ای. سالها از پشت آن دختر غیب زدی. عاشقی بوده است. هیچ نفهمیدم من. مسخره کردن گیر. تو به این اهمیت ندی. خودش عاشق نشده است، حالا عاشقی رو عذابش رو نمیدونه. خواتیرم برای شمسی خیلی خواتیرم. فخریه با من چنان رفتار کرد که گویا حاضر رفته زهر میخورده باشد. یاسومان، شمسی معلوم است که عاشق است. همه کارش برای تو را به دست آوردن است. تو چی خواستند رو میدونی؟ التماس همان را به من گپ زن. از این گرداب نجات یافتن میخواهم فخریه. نجات یافتن میخواهم. با او چی شد؟ خودت دیده است مثل هر وقت مجید به دیگر طرف نگاه میکند و من باشم با او. حتی در فکر من نیست. نمیداند چطور عذاب میکشم به او. ممکن که دانم. اینقدر دشوار بود از انتظاری آنو. هر روز انتظار بودم. هر روز درباره او فکر کردم و دوست داشتم. هیچ فکری از این کار دست کشیدن رو نداری؟ مگر نمیبینی آنو؟ نمیبینی چقدر با مجید عاشق هستم؟ میبینم. برای همین گفتم با خودت جبر نکن. با خدا خیلی دردی وزنین است. از برای همین من با خارجه برآمده رفتم. برای آن رفتم که دوست داشتم رو نخواستم با شخصی دیگر بینم، حتی یک روز هم. انا برای همین عشق من باید از عشق تو دیده سخت‌تر باشد. حالا همین که اگر تو را دوست ندارد، حتی در فکرت هم نباشد، کسی دیگر را دوست دارد، چی کار میکرد؟ از دستت چی می آمد غیر از گریختن؟ من در حقیقت به مثل عاشق رفتار میکردم. حتی از نزد میز خسته نمیرفتم. تا آخر در برش خواهم بود. دخترها کو به این نگاه کنید. این چی است خواهی گلتن؟ عکس های یاسومن و نازنین. ای چقدر شیرین بوده ای دوگانه. ای خدا تو چی ها میگویی؟ من برای آن نآوردم که کودک رو دیده خوشحال شد. بینید این عکسی مادر یاسومن. دستبانه خوب نمایان است. بله راست میگویید. با خدا دستمانه حیف شد. بازی من یک شپوتی زنم میفهمی چه خیل دستبانه حیف شده است. یاسومن بگو به نزد زرگر روید. عکس رو هم با خود گیرید. به زرگر نشان داده گوید که انا همین نمود بسازید. در حقیقت تیار کرده میتوانند. اما میتوانند جانم، میتوانند. بیایید این دستمانه رو کنیم تا اینکه دهانی آقای فیض رو بسته کنیم. تو اول دهانی خودت رو بسته کن دخترم. میبخشید خالای گلتن، از هیجان چی گفتنم رو نمیدونم. همه اشرامون و پول رو از کجا میگیریم فخریه؟ من نمیدونم. یاسومن من این رو در روزی تویت دادنی بودم، اما تا اون روز خدا بزرگ. اما نه، نمیشود. من این رو قبول کرده نمیتوانم. من میگیرم این رو. چی؟ مجبور هستیم. ای یاسومن اینجا تماما دیگری.
شهریار